اومدید به یک ویدیو دیگه، اونم با تم کریسمس تو حال و هوای کریسمس. چی بهتر از این مگه نه؟ حدس میزنید اینایی که توی دستمه چیه؟ من 1 ماه و نیم تمام داشتم کلی لوازم آرایش مختلف تو رنج قیمت و برندهای مختلف نگاه میکردم، انتخاب میکردم، ارزون، گرون تا بخرم و الان با هم دیگه به عنوان کادوی کریسمس خودم به خودم آنباکس کنیم. تقریبا یک آرایش کامل رو میشه باهاش انجام داد و خیلی خوشحالم چون خیلی وقت بود برای خودم انقدر لوازم آرایش نخریده بودم. و اینم بگم اولین باره که من از سفورا دارم خرید میکنم. 3 سال اینجا اولین بارمه. خب اولین محصولی که میخوام با هم بازش کنیم بیوتی دراپس. پچ زیر چشمه، شکل پروانه‌های سفیده، چقدر خوشگله خدا. بازش کنیم. خیلی ذوق زدم. این چند هفته که من ویدیو نذاشتم، حرف نزدم، خیلی اتفاق افتاد. این سفیده چیه؟ اینو بهتون بگم. 2 شب پیش من تبخال زدم. تبخال به طرز عجیبی و میگن که شنیدم ChatGPT هم تایید کرد که اگه کم خوابی داشته باشی دیرتر خوب میشه. واقعا من از همون شب اصلا کم خوابیام شروع شد. نمیدونم ولی انگار داره بهتر میشه. از امروز خوبی دارم. خلاصه خدای اینجوری بذارم یا اینجوری باید بذارم؟ اینجوری باید بذارمش؟ نگفته اصلا ولی الان اشکال نداره. در اصل گذاشتمش. وای چه حس خوبی میده. خیلی حس خوبی داره. این برای نباید میذاشتم. بذار همین درسته. خودشه. نه این نیست. نه این که برعکسه. وای خدایا چجوری شد؟ اینجوری شد. اینجوری شد. پس نهایتاً اینجوری باید بذارمش. اینجوری. دارم فشفشه میزنن. آره امشب دقیقاً شب کریسمسه. شب 25 دسامبر. همه مسیحی ها دور هم جمع میشن با درخت کریسمس، با شامای مخصوصشون، مشروب نوشیدنی جشن میگیرن. چرا من میکاپ پشت چشمم دارم یه ذره؟ به خاطر اینه که من از صبح سر کار بودم، بعد دیگه اومدم و اینا کلی کار داشتم برای انجام دادن و الان گفتم که بهترین فرصتی که بیام بشینم. از قبل اصلا برنامه‌ریزی کرده بودم که من اینا رو بگیرم، چیکار کنم چیکار نکنم که بتونم یه ویدیو خوب لوازم آرایشی اینا درست کنم. و گفتم به جای اینکه بیام از این کلندرایی که میکاپ های از برندهای خاص شانسی برای در میاد بگیرم، خودم از چند تا برند مختلف شناخته شده و خیلی کم شناخته شده اینا بیام چند تا وسیله مورد نیازمو بگیرم، بعد با هم بازش کنیم، نوع باشه، تستش کنیم. بهترین راه همینه به نظرم. برای همین من گفتم که الان اینا خوشگله، اینا باشه، یه ذرم خطکش دارم دیگه، اشکال نداره. خب میریم سراغ محصول دوممون. بستمش باز نمیشه. خب اینو خیلی دوست دارم باز کنم. وای من خیلی منتظر باز کردن این بودم. The Fruit Company Jelly هایلایتره. اینجا رنگش به نظر خیلی سفید میاد. از این هایلایترهای رولی چربه که خب من پشت چشمم میخوام بزنم. وای خیلی منتظر باز کردنش بودم. من رو شبی که اینو تست کردم مونده بودم طلاییشو بگیرم یا سفیدشو بگیرم. این برند نمیدونم کجایی، حقیقتشو بخوام بهتون بگم کجایی عزیزم. من میخواستم دفعه اول که برم ایران این مثلا کره بدن و ماست بدن و مثلا چیزای میوه‌ای داره، خوشبو کننده و چیزای میوه‌ای داره، حتی اودا و چیزاش همه میوه‌ای ان و من بوی خیلی خوبی میده. من اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم که این لوازم آرایشم تولید کرده. این هم چه رنگی داره؟ وای شاینشو ببین.
وای عاشقشم. دقیقا ژلی زده، قشنگ ژله‌ایه. وای خیلی خوبه، خیلی خوشگله. دقیقا ترکیب رنگش، براق بودنش این پچ زیر چشمه. وای محشره. امیدوارم خوب تو ویدیو معلوم شه. فکر کنم خیلی دورم، ولی من عاشق این حالت براقی یخی بودن یک رنگم. یعنی این رنگ بر من خیلی جذاب و من این رنگ رو نداشتم. سفید صورتی یخیه، یه چیز حالت صورتی، حالت همین پروانه‌ای پروانه‌ای باربی، اصلا یه وایب کریستالی داره. کریستالیه، وایب کریستالی داره. ببین من اگه یه روز عادی بود همچین چیزی رو نمیگرفتم، میگفتم ای بابا این که شبیه لوازم آرایشی که دارم. خب من خیلی چیزای شاینی دارم، ولی واقعا اینجوری نیست. خوب شد من اینو گرفتم. آرو جان خوب شد خریت نکردی عزیزم. جان بزنم خوش اومد ازش. وای نمره هم بدیم دیگه. من به این چند بدم خوبه. واقعا اونقدر چرب نیست، مثل سایه‌های پودری میمونه، خط نمیندازه، اصلا سبکه، بیشتر فقط همون شاین و پیگمنت رو داره. ببین برندش The Fruit Companyه، ژلی هایلایتر، ژله‌ایه، هایلایتر ژله‌ای. واو فوق‌العاده بود. آقا من چون واقعا از سبک بودنش، از کیفیتش و از این ژله‌ای بودنش خیلی خوشم اومد، واقعا بهش دوست دارم 10 از 10 بدم. کاری که باید انجام بده رو خوب انجام میده. That's the point. آقا اینو برداریم که بریم سر محصول بعدی. شما قشنگ براقیتش رو ببینین. بریم سر محصول سوممون. خب محصول سوم چی باشه خوبه؟ اینا رو من تو یه شال خریدم بچه‌ها. یکی از قدیمی ترین هایلایترهای مایع رولوشن. چند سال پیش من اینو دیده بودم، 8 سال پیش، زمانی که من تازه شروع کردم، واسه خودم 14 سالم بود. و بچه‌ها من وقتی تو 15 سالگی 4 تا کوچیک، اون موقع های کپی می اومد تو ایران، های کپی اینو خریدم. آینم داشت میافتاد. فکر کنم 250 تا اون موقع خیلی بود. اصلا ازش استفاده نمی‌کردم. گذاشته بودم یه گوشه هر 4 تا کوچولوهاشون باشم. کم 10 میل بود و آخرش هم خوش شدم. ولی از سفیدش، دقیقاً همون سفیدش استفاده کردم یه ذره و اون موقع من های کپیشو خریده بودم و یه روزی واقعا همه چیزایی که الان دارم توی لوازم آرایش و اون نقطه‌ای که هستم برای من علامت سوال بود که میشه نمیشه، چه جوری میشه. اصلا من تا اون موقع همینقدر علاقه من میبونم، الان اینجوری هم که ببین اون زمان میخواستیش و الان فول سایزش توی دستاته. خریدیش خودت خریدیش. محشره. وای حسی که دارم واقعا محشره. حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام یه مقدار کوچیکی از این هایلایتر رو بزنم رو صورتم، چون میخوام برای امشب یه خورده صورت حالت شاینی داشته باشه. در همه جا نمیزنم، یه سری نقطه های چیز میزنم، یه ذره زیاد میزنم چون روش میخوام کرم بزنم یه کمی. آی عاشق سفید بودنشم. بذار اینجا هم بزنم، دوست دارم دیگه، دوست دارم برق بزنم. این تیکه رو اصلا کنه دست نمیزنم، خیلی میترسم، حتی نزدیک بهش هم نباید بزنم دیگه. این از این هایلایتر لیکوید رولوشن. این محصول مال 10 سال پیش رولوشن، اون موقعی که مثلا تازه بوم شده بود. حالا بلندش کن. خوب برق میزنه واقعا، ولی واقعا این حس برای من خیلی قشنگه. حسی که واقعا به خودت میبینی یادت یک روز این چیز آرزوت بود و الان واقعی شده. خیلی خیلی این حس قشنگه. برای هر چیزی که تو زندگیت دوست داری همین حسو بهش داری، تصورش کن اون احساسا رو از دست نده. عمیقاً یک روزی بهش میرسی، ممکن اصلا یادت بره اون موقع چه حسی داشتی سر یه چیز کوچیکی
که مربوط به مثلا یه آرزوی بزرگت بود، مثلا یادت میره چه حسی داشتی با موضوع، یهو میبینی مثلا رسیدی بهش، دیدی اصلا یه همچین چیز آرزوت بود. خیلی قشنگیه. محصول بعدی از مورد علاقه خودمه. این کانسیلر رو دیگه همه میشناسن. چرا من کرم پود نگرفتم؟ من دارم از کرم پود حقیقتا الان بالا میرم، یعنی واقعا احساس کنم تا یه سال نیاز ندارم. من از نظر برندهای کانسیلری که امتحان کردم با کیفیت و مقرون به صرفه، قیمت مناسب، واقعا میبلین تو اون جزو اون دست آخ تخم سگو دیدی؟ نمیچرخه، داره میزنه بیرون این رنگاش بالاخره. چرا این رنگ گرفتم؟ میخواستم با رنگ گردنم، با رنگ کرم پودرم در واقع مچ باشه، چون نمیخوام سفید باشه زیاد از حد. به خاطر این که من اصولا کلا از کانسیلر فقط استفاده میکنم در طول روز، مگر اینکه یه مهمونی خاصی بخوام برم. پند منو جدی بگیرید، هم خیلی خوبه دیگه هی کرم پود نمیزنید به کل صورتتون، همین که کلا فرمولاسیون کانسیلر سبکتره تا کرم پود. اصولا کانسیلر بهتره برای مصرف روزانه تا کرم پودر. همونجوری که میخواستم، هم برای من رنگ مناسبیه، همین که پوشانندگیش خوبه، برای روزمره خیلی خوبه، اونقدر سنگین نیست و واقعا برای چند ساعت خوب کاور میکنه. پودر فیکس رو من یادم رفته بود بگیرم، حالا اشکال نداره، واقعا لازم نداشتم، اونم زیاد دارم. برند اسنس یه موقعی برای ناخون برچسب و اینا میزنه و خیلی باحاله. و این تم کریسمس من خریدم که بزنم، چون گفته بودم برچسب اینا بگیریم برای خودتون، برچسب ناخون، گفتم خودم بزنم که بگیرم تشویق شیم. یه چند تاشو میزنم چون که الان دارم، ولی بازم قشنگه. خیلی ریز دیگه، خدا وکیلی درخت. این برای چیزه، ناخون جدی. ولی دیگه دلم خواست. دیگه چی بزنیم؟ یه دونه از این جینگلی هایی که به درخت آویزون میکنن زدم. خودم نمیبینم انقدر ریز. هایلایتر هنوز هست. قشنگ اینجا میریم سر باز کردن یکی از چیزایی که از سفورا خریدم. خیلی منتظرش بودم، خیلی تحقیق کردم، خیلی بابتش خوشحالم که دارم بالاخره آنباکسش میکنم. 3 هفته پیش من اینو خریدم تو بلک فرایدی. برانزر تارت برعکس بود. ببین هر کار میکنم برم سراغ کاندور میبینم نمیتونم، باز برمیگردم به رنگای برانزر، اینقدر که به نظرم جذابم. و این برانزر تارت خیلی معروفه و من رفتم تست کردم، دیدم نه آقا، من با کانتور کنار نمیام، بذارید من برانزر خودمو ببرم. تاپ لحظه هیجان انگیز. باید که ببینیمش. خیلی دنبالش بودم، خیلی میخواستمش. من عاشق این اپلیکاتورم. یه ذره فشارش بدیم، یه ذره، خیلی کم، باز مثل اون زیاد نشه. این چرخشی که نیست، نه بلدم نیستم. بود آن شد الان آنه. اومد. واه چه زیاده. وای چه خوشحالم، چه خبره؟ براش جذاب خوشگلم. خیلی منتظر استفاده ازش بودم، خیلی. و یه چیزی هم بگم، این برانزرش اونقدر توناژ گرمی نداره. من یه دونه از رولوشن دارم، مثلا خیلی مدت زیادی استفادهش میکنم و قشنگ الان دارم تفاوتش رو میبینم. این اونقدر گرم نیست، یه جورایی باز نزدیک به، چون کانتور بیسش سرده، برای سایه زد، برای اضافه کردن این سری عمق دیگه، سایه و اینا میخواد بده به صورت. twist to unlock and squeeze product into applicator tip and lock after use.
بعد از استفاده هم میگه ببندینش اون قفلی که باز کردین و dot under cheekbones around hairline and anywhere you want to definition blend for a perfectly sculpted look. بعد دقیقا بین بچه ها ذوق زده هستم. خیلی حال میده آنباکس. بچه ها من واقعا راضیم. این دوتا چیک چیک اصلا زیاد نبود، چیک چیک کمم نبود، به اندازه بود و من خوش آمد ازش. خوب راحت بلند میشه، سخت نیست بلند کردنش و اینجوری نیست که بگی وای نه پشیمون شدم بعد مثلا کمش کنم فلان. به اندازه بزنی خوب بلند میشه، زیادی هم نمیشه و اون دوتایی که زدم اونقدر زیاد نشد. من فکر می‌کردم دوتایی که زدم خیلی بیشتر پیگمنت داشته باشه. از نزدیکتر این از اون چیزی که من فکر می‌کردم تیرگیش، سرد بودنش بیشتره. اینم از کانتور که نه، برانزر معروف تارت محبوب شده بود و آره دیپ برانز. من تیره ترین رنگ برانزرش رو گرفتم، اینم بگم تماما برای همینه که خیلی made in Italy. من نمیدونستم ایتالیایی تارت همه چی ساین از ایتالیا داره. قراره بریم ایتالیا برای سال نو و قراره ویدیو بگیرم و از جمع کردن وسایلم، چون فقط یه دونه کیف تو هواپیما دارم. از ایتالیا چی کارا میکنیم، کجا میریم، وای 5 روز اونجاییم با خانواده. حالا توضیح میدم تو ویدیو که چرا، چجوری شد داریم میریم، برای چی اونجا، چرا اون شهر. ولی وای حتما اون ویلاگو ببینین، اون ویدیو جمع کردن وسایل و اینا خیلی باحاله. تارت عزیزم نمره ندادیم به تارت، بذارید بهش نمره 8 از 10 بدم. دوستش داشتم، 8 از 10 بهش میدم. بیشترین محصولی که من براش هیجان زده بودم الان قراره که تست بشه. براش خیلی معروف، عجیب و جالب شیگلم. الان بهتون میگم که چرا این براش انقدر عجیبه، محبوبه، جالبه. این چیه اینجا میبینید؟ شکل پنجه گربه، پنجه کوپر جونم. الان بازش میکنیم ببینیم چرا براش هیجان زده بودم. کیوت، چقدر کیوت و خوشگله، وای خیلی خوشگله. بچه ها چرا من براش خیلی ذوق زده بودم؟ کاری باید کرد باش. آقا این باید رنگ داشته باشه. من برای این خریدم چون گفتم براش رنگ داره، پس این چرا رنگ نداره؟ این براش باید بلاش هم باشه، یعنی روژگونه هم باشه، ولی نیست. این رنگ داد یا نداد؟ احساس میکنم داره رنگ میده ولی نمیتونم ثابتش کنم چون داره رنگ میده. آره رنگ داد، یا اینکه انقدر کشیدمش داره رنگ میده. ناموسا این رنگ میده، فقط براش من نمیفهمم. آخه من همیشه میخوام از شین و اینجور جا بگیرم، نظر مردم رو میخونم و نظرشون اینجوری بود که وای آره خیلی خوبه، خیلی باحاله، قشنگ مثلا سرخابی بود گونهش. من نمیدونم اشتباه من چی بوده. نه این رنگ نمیده، نظر داده بودن آدم ها، نمیشد الکی باشه. ولی خب دیگه خیلی عجیبه که این الان من با همچین چیزی مواجه شدم و کامل خورد تو ذوقم. آره این اصلا رنگ توش نداره. رنگش کجا بود؟ سفیده. این هم از براش پنجه گربه‌مون بدون رنگ. احساس خوبی ندارم، احساس میکنم سرم کلا رفته، ولی بیشتر از اینجوری هم که کلی ذوق داشتم و ذوقم تبدیل به هیچ شد. Color Bloom Liquid Blush Brush. خب الان من فهمیدم. این براشو متاسفم که الان فهمیدم و بیشتر نخوندم و نگاه نکردم.
برای اون بلاشای اون رژگونه های لیکویدی بود که معروف شده بود از برند شیکلم که میگفتن اخیراً که درش بسته باشه هم میریزه بیرون. اینو برای اون رژگونه ها زده که بیای تو باش از اون رژگونه ها بکشی و میگه حالا فیدش، شیدش، چه میدونم قشنگتره، بهتره، براقتره، بلا 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 بلا. اینو برای اون زده و من نفهمیدم. آقا برو نمره 1 از 10، اونم چون براشش شکل گربه است و شکل و شمایل خوشگلی داره. محصول بعدی اینم یکی از اون پک های خیلی به صرفه است که من خیلی دوستش دارم و چی از این بهتر، من عاشق تنوعم. پس سادام ست 4 تایی بادی میست از برند W7. من ازش پارسال یه بادی اسپلش کادو گرفتم برای تولدم و باورتون شاید نشه 1.5 سال پیش، تا همین 1 ماه پیش 3 هفته پیش مونده بود و بالاخره تموم شد. خب از اونجایی که بادی اسپلش بعد مدت کمی برای من خسته کننده میشه، شما اینجوری یا نه، من اینو که دیدم چشمم واقعا گرفت، گفتم واو. 4 تا هر کدومشون 50 میلن و چی بهتر از این پکیجینگش خوبه، بوهاش خوش به نظر خوشبو میاد، موندگاری بادی اسپلشش خوبه، من کلا دوستش دارم، پکیجینگش همش خوبه. کلا برند اینجوریه که مثلا توی چند تا از لوازم کلی فروشی آریشیای لیسبون هست و شناخته شده است. نمیگم معروف خیلی خفنه فلان، نه اونقدر قیمتی نداره، ولی هم مقرون به صرفه است هم کیفیت خوبی داره. بریم که باز کنیمش. به خاطر رنگ بندیش، پکیجینگش، من یه حس خیلی خوبی بهش دارم، اینه که وای دلم میخواد بازش کنم، زودتر ازش استفاده کنم. این وایب خیلی خوبی بهم میده به عنوان خریدار. پکیجینگش رو من واقعا بهش 10 میدم. ببینیم بوهاش چطوره. از همین الان بوی خیلی خوبی داره. اینو بگم در درجه اول، اولیش آکوا انجله. اوف، من این بادی اسپلش رو تو ایران دوستام داشتن، عاشق این بادی اسپلشم. اینو 100% با خودم میبرم ایتالیا. خیلی دلم می‌خواست اینو داشته باشم. 10 از 10. بعدی چیه؟ کوکونات بامب. به عنوان کسی که کلا چیزای کوکونات استفاده نکرده دوست دارم ولی خب اینقدر علاقه نداشتم که بخوام یه روز بگیرم. ببینیم چیه. نه خوبه. این بو برای سر کار خوبه، برای بیرون دوست و اینا خوبه. این یکی آکوا انجل برای باشگاه اینطور چیزا خوبه، سبکه. این خیلی خورده یه ذره بوش چیزتره، اینجوری برای جمع و این ور اون ور مناسبه. خب این پینک دیوا واو. ببینیم این چه بویی میده. اینو کجا بزنم؟ اینجا میزنم. ایوا یه ذره صورتی داره. صورتیه. وای این بورم من خیلی دوست دارم. آقای محشره. من دقیقاً یه عطر همچین عطر رو همیشه دلم میخواست. خیلی از دور بریامونو داشتن. وای اینو میبرم با خودم ایتالیا. قشنگ معلومه اسمش دیواه، الکی نیست. دیوا میشه خیلی جذاب و زیبا و خوشگل. از اون بوهای قوی و گیرا داره که به نظرم برای قراره شیکتر خیلی مناسبه. جمعه شیک واقعا مناسبه. آخریش پکیجینگ آخری اینجوریه که وانیلا آیس نایس. وانیلا نایس. چه این وایب اسمارتیزی داره این وانیلا نایس. این هم دوست دارم. این هم جزو بادی اسپلشیه که شبیهش توی برشکا، پولنبیر، استرادیواریوس اگه درست بگم، همیشه تلفظش رو دو دل بودم، هست. این برای همون جمع مهمونی و اینا، مثل این کوکونات بادی خیلی خوبه، ازش خوشم اومده. ولی این
رده 4 قرار میگیره. مثلا من به این 6 از 10 میدم، به این که 10 از 10 میدادم، به اینم بگیم 9 از 10، به اینم 9 از 10 میدم، ولی به این 6 از 10 میدم. بازم سلیقه‌ایه ولی I'm in love. واقعا پکیجینگ فوق‌العاده، پکیج بادی اسپلشش، جعبهش همیشه خوب بود، هیجان انگیز بود، یه خورده دیر در میاد، اینجوری بود که آدم هیجان داشت که زودتر بازش کنه. مارکتینگ. هیجان انگیزترین محصول نگه داشتم برای آخر. از همین برند من یه پک مسافرتی خریدم، Grow Your Limits. یکی از اینا برای فر کردن خوبه، یکی از اینا برای بلند کردن خوبه، اون یکیش برای حجم دادن. انگیر پشمام چقدر باحاله، درش خیلی بالا، فکر می‌کنم انقدر فانتزی باشه. این دوتا محصولی که دیدم اینجوری بودم واقعا دارم میرم مسافرت، نمیتونم به خودم اونقدر بار ببرم، اینا خیلی خوبن. تادا! دو تاشو الان امتحان میکنم فقط برای اینکه ببینیم چه جوریه. Tapered Curved Oversize. اینم که احتمالاً حجم میده. خب ما اول اینو میزنیم، ایمیلاتونم اینجوری باز کنید دیگه، در نیارید که هوا بره توش. اینم از این. خوش آمد ازش. دقیقاً حجمش رو احساس میکنم که بیشتر کرد. آره قشنگ همین کار رو کرد. این یکی رو با این مقایسه کنید. این چشم با این چشم. یه پوینت منفی که داره، خیلی دیر میره تو و پکیجینگش واقعا ارزون قیمته. دقیقاً برای روزمره جایی که مهم نیست خوبه. اصلا پکیجینگش مثل اسباب بازی یا پلاستیکش مشخصه. البته اینم بگم وگانه، گیاهی، محصولاتش گیاهیه، تست حیوانی هم نداره و خیلی به نظرم خوبه. اینو راحت اومد بیرون. واو بلند کرد. اینو با این میبینید مقایسه واقعا کاملا مشخصه. speechless. واقعا نمیدونم چی بگم. دوستش دارم، نه واقعا دوستش دارم. اگه نریزه من واقعا دوستش دارم. اینم از این. کلا من به اینا 8 از 10 میدم، چون به نظرم کارشون رو خوب انجام میدم. موندگاریشون نمیتونم نظر بدم، ولی کلا پکیجینگشون شبیه اسباب بازی. اگر با کیفیت تر می بود دیگه قیمتش 4 یورو نبود، 3.90 قیمتش. ستایی با هم 3.90 قاعدتا طبیعیه. یه دونه دیگه اون تو مونده. ما اینجا برند آب نبات داریم به نام چوپا چوپس. این برند آب نبات نوشیدنی گازدار تولید کرده، مثلا نوشیدنی گازدار توت فرنگی، چیزای عجب عجب، انگور، واقعا هم خوشگل هم خوشمزه. رفته بودم فروشگاه یهو دیدم که این برند اومده لیپ بالم تولید کرده. لیپ بالم چوپا چیپس با طعم واترملون. به 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 به. آی چقدر کیوت و کوچولوه. خیلی گوگلیه، خیلی خوشبوه. وای قشنگ مزه خوراکی میده واترملون، مثلا الکی نیست انگار. قشنگ روی لب انگار حالت درمانی داره، یعنی قشنگ لیپ بالم واقعیه. فقط من این تیکه نمیتونم بیام، نصفه باید بزنم، نمیتونم واقعا ریسک کنم. خیلی خوبه، خیلی لب و قشنگ سری مرطوب میکنه. حجمش خوبه، از اونایی نیست که دون دون شه، روونه. و من پکیجینگش هم سبک دوست دارم، حرفه‌ای نیست ولی باحاله. خیلی خوشم اومد ازش. من به شماره 10 از 10 میدم حقیقتا. محصول آخر رژ لب فنتی بیوتی. این رژ لب اصلا شبیه رژ لبای دیگه نیست. رژ لب های شیمره، یعنی دیگه ته شاینه و احساس میکنی که شبیه برق لبه ولی رنگ داره و رژ لبه. انگار هرچی بیشتر بزنی جوری بیشتر رنگ میگیره. شماره 03. حالا دیگه رژ لب. وای پکیجینگش انگار شکلاتو اینجوری انداختی توی شاین درش آوردی. عاشق اینم که همینو قراره که دقیقا رژ لبو باز میکنی ببینی روش.
چقدر این خوشگله. وای بوی خوبی هم داره. من میخواستم ست کیکو رو بگیرم که امسال بر پاییز خیلی ترند شده بود، خط لب و برق لب و رژش و بعد یهو اینو که دیدم موجود نبود حضوری، بعد از سایت حتما میگرفتی برق لب و اینا رو. بعد دیدم این هست همچین چیزی از فنتی بیوتیه که خیلی شبیشه. خب من چرا باید اونو ستایی بگیرم کلی قیمتشه؟ همینو 25 یورو بود که من توی تخفیف 18 یورو گرفتم، حدود 19 یورو. من اینجوری دارم استفاده میکنم چون نمیخوام خراب شه، میخوام یه ویدیو دیگه برای اینستا باش بگیرم و اینکه نمیتونم چون اینجا بزنم، گفتم کلا اصلا زیاد تست نکنیم، فقط برای اینکه حتما تست کرده باشم شما ببینید دارم میزنم. اینجوری ببینیم. واقعا خیلی دوستشم، خیلی قشنگه و واقعا ناراحتم که دارم اینجوری تستش میکنم و قسمت لبم اصلا شکل و شمایل خوبی نداره. ناراحتم از این موضوع. بهار، تابستون، پاییز، زمستون برای کل فصلهای سال بهترین گزینه است به نظرم و من عاشق شاینشم. هرچی بیشتر بزنی بیشتر میشه. یک دور کلا بزنی خیلی کم رنگ عین برق لب میشه. بعد بوش خیلی خوبه، رو لبم میزنی واقعا احساسش میکنی و من واقعا بهش دوست دارم که 15 از 10 بدم، 11 از 10 بدم، حالا 15 از 10 جدی، چون واقعا خیلی همه چیز خوبه، پکیجینگش، بعد قیمتش هم به نظرم واقعا خوب بود. من که اینا رو تو بلک فرایدی خریدم، سفورا همیشه از یه سری عطر و یه سری لوازم آرایش تسترش رو به عنوان هدیه میده بهت، هدیه تشکر از خرید. حالا چیزی که من دریافت کردم چی بود؟ تستر کرم پودر جدید هودا بیوتی که خب من اصلا اونقدر خودم علاقه ندارم، ولی این تستر رو گرفتم، باحاله، دوستش داریم. مثلا این این پینات بادرشه، ریچ هات روژ. من الان این امتحان میکنم ببینیم چه جوریه. عجیب غریبه، مثل برونزر خودمه، به نظرم ازش خوشم میاد. gorgeous effect. مامانم اینا. پرایمرش هم هست، پرایمرش رو دیگه این باحال بود. مثلا هیجان انگیز داستان به من چی دادن؟ 2 تا تستر عطر والنتینو، 2 تا و 1 دونه جورجیو آرمانی آکوا دی ریو. اینه الان تستر، اینه ببینیم چیه. او مای گودنس، بویه که مطمئنم اون موقع ها که وضع هممون خیلی بهتر بود، مامامون قدیما باباها داشتن. یکی از اون ترکیبایی که من دیگه بچگیام میندازه، خیلی بچه بودم و واقعا عطر همون لوکسی و پولداریه، حالا نه اونقدر والنتینو. ببینیم که کدوم عطرشه. این عطره، ببینیم چه جوریه. آماده نیستم برای بوی خفنه دیگه. I told you that I'm not ready. بچه ها، این عطر یکی از رویاهای همیشگی من بوده، این مدل بو و سبک که من قدیما، من یادم اینو احساس کنم یکی دو تا جا تستش کردم ولی نه اینو شبیه شد. محشر من که 100 میگم والنتینو. دیوی احساس چوبی، سردی، حسیری این مدلی داره، سرد. والنتینو یک احساس عمیق، شیرین، نزدیکی، یه همچین چیزای شور و شوق و هیجان داره، میدونی؟ این میتونه کلاسیک باشه، ورزش، اسپورت باشه. نظر شخصی منه، من ازت هیچی نمیدونم از توضیحش، یعنی حسم، ولی خب احساساتم برای بیان قویه. برای مثال این برای قرار بیرون، برای مهمونی میگم والنتینو، چون انتخاب منونه. من این گرما رو، این شوق رو،
فمینینه رو خیلی دوست دارم. اینم ممکنه واسه دیگه اینجوری باشه. مثلا این آتیشی تره تا این. خب این بود از آنباکسینگ های زیاد ما. من خیلی راضی بودم، خیلی خوشحالم از همه چیزایی که خریدم، جز خودتون میدونید کدوم. از این بچه ها برام کامنت کنید نظراتتون رو، یادتون نره ویدیو رو لایک کنید چون خیلی کمک میکنه ویدیو من بیشتر ساجست بشه، به بقیه نشون داده بشه. میری کریسمس. خیلی خوشحالم که دقیقاً شب کریسمس من این ویدیو رو گرفتم. کادویی که خودم برای خودم گرفتم و باز کردم. مرسی واقعا که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. خیلی دوستتون دارم. من برای این ویوها، برای این سابسکرایب ها خیلی خوشحالم، خیلی زیاد و قدردان هستم. همین باعث میشه که من بیشتر تلاش کنم تا اونی بشه که باید. پر از عشق، سلامتی و خوشحالی باشید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. بای بای.